بلند کردن دو دست در نماز. در صحیح بخاری حدیث شماره 736 و صحیح مسلم حدیث شماره 390 عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم هرگاه برای نماز می ایستادند دستهایشان را تا مقابل هر دو شانه‌شان بلند می کردند و همچنین به هنگام رفتن به رکوع و تکبیر آن دستهایشان را بلند می نمودند و وقتی که از رکوع بر می خواستند سمع الله لمن حمده را می فرمودند و دستهایشان را تا مقابل شانه هایشان بلند می کردند، ولی به هنگام سجده رفتن و برخاستن از آن دستها را بلند نمی کردند.